ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی کنم سخن باز. بعد حمد ثنای خداوند متعال مهربان، صلوات و درود بر جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله متعال در این آیه کریمه توجه من و شما را به آن میکند که استعیذ بالله، خداوند متعال در این آیه کریمه میفرماید ان الله یحب المحسنین. الله دوست می‌داره آدمان نکوکان رو. الله چیکار میکنه؟ دوست می‌داره آدمایی که محسن باشد. مسلمان با یک احسن شدن کفایه نکنه. احسن چی کسا میگن؟ احسن انسان را میگن که خود نماز میخوند، روزه میگیرد، میگه من با دیگرو کار ندارم، دیگرو کمک نمیکنم. اینا احسن میگن. نه که الله میگه من دوست می‌دارم که آدمان محسنه. وقتی الله بگه که من دوست می‌دارم آدم محسنه، ما باید چیکار کنیم؟ کوشش کنیم که محسن شیم. با یک احسن شده کفایه نمیکنه. در یک حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه مسلمان باید مثل بارون باشد. بارون رو نگاه کنید که هر کجا که میریزد مقصد سبزه میزند اونجا. به همین خاطر مسلمان هم در هر جا باید به دعوت و تبلیغ باشد. از این آیه کریمه یک چیز توجه دیگه کرده میشه که از این دیده میشه دعوت تبلیغ برای نیکی، برای رشد مسلمان ها فقط خاصه یک علما نیست. هر مسلمان میدونه محسن شود. یک رفیق تا دعوت میکنی، زن تا مادر تا فرزند تا هر کسی را دعوت میکنی برای راست مقصد یک کار نشون میدی، یک خوبیش میکنی، تو میشه محسن. با یک احسن شدن انسان باید کفایه نکنه، باید محسن شد تا که الله او را دوست بداره. الله دوست که داشت هم دنیا آباد میشه هم قیامت آباد میشه. به خاطر مشکل نیست، فقط اهمیت دادن در کار که محسن شیم. با یک احسن شدن کفایه نکنیم. هر کجا که باشیم محسنی را برای خود کمک کنیم، نیکی کنیم. الله متعال ما را دوست می‌داره. خدای مهربان کند که ما هم محسن شیم.